سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. موضوع بحث ما بر امروز اوبسیتی یا چاقی است. خب، تجمع شحمیات زاید در بدن، خصوصا شکم، باسن و ران ما عبارت از چاقی است. خب چی زمان چاقی به وجود میه؟ زمانی که استفاده بی‌مورد و بیشتر از شحمیات دوام بتیم و در پهلوی شحمیات استفاده شده را به مصرف نرسانیم. یعنی اینپوت زیاد است، ما منابع شحم بیشتر استفاده میکنیم ولی یوتیلایزیشن یا مصرف از این شحمیات توسط وجود کم است. خب چی باید صورت بگیره؟ شحم زیاده به زور داخل وجود خود میبریم و میخوریم، مینوشیم، میخوابیم. اعضای وجود هم ناچار است اینا را ذخیره میکنه. استوریج یا ذخیره کردن همین شحمیات است که سبب اوبسیتی یا چاقی میگردد. چاقی تنها یک وضعیت وجود نیست، بلکه مادر امراض یا مام آف ایلنس. تمام امراض میتونیم توسط امی چاقی به بدن خود توفه بدیم. عادت بخو، بنوش، خوک و خصوصا چربی اینا میتونه طاقت فرسا و حتی در بعض موارد کشنده باشه. اگر بعض اوقات اینپورت یا خوردنوش شحمیات زیاد است اما یوتیلایزیشن insufficient یا کافی نیست، این به مرور زمان سبب چاقی یا اوبسیتی میگردد. اینا خود کسایی هستند که اگر وزنشان کم بیشتر شد، استیوارترایتس یا التهاب زانو را پیدا کردن، دیگه خوردن و نوشیدن دوام میته و به خاطر که از درد زانو جلوگیری کنه گشت و گذار توقف میته. اینا کسایی هستند که بالاخره میره به طرف اوبسیتی. ای اوبسیتی یا چاقی قابل جلوگیری است اگر از خود یک کم تحرک به خرج بردیم. فاکتورهای خطر برای چاقی چی است؟ کیها در معرض خطر چاق شدن قرار داره؟ ریسک فاکتورز یا فاکتورهای خطر. خب اگر در بین جنس مرد و زن مقایسه بکنیم، در جوامع ما بیشتر فیمیل یا طبقه اوناس به چاقی روبرو میشن نسبت به طبقه مذکر. ریسک یا خطری که چاقی را به وجود میاره، سیدنتری لایف استایل یا زندگی که فقط بخو بنوش خوک باشه و یا زندگی که خوردن و استفاده از منابع را زیادتر داریم اما بنا به نوع مصروفیت که داریم نمیتونیم بگردیم ورزش کنیم. یکی از علتهای عمدهش این نوع زندگی است. اگر میخوریم، مینوشیم و بیشتر هم از منابع شحمی استفاده میکنیم و در پهلوش مصرف نمیرسانیم، مسلما اینا جذب وجود شده و ذخیره میشه، بالاخره چاقی را به وجود میاره. برآمدن شکم، چاق شدن و برآمدن باسن و ران و قسمت های دیگه بدن، اینا همش بنابر تجمع شحمیات زاید به وجود میاره. عادت های مثلا سرکدیم ریدم یا بعضی ها هستن که خواب درست نداره، از طرف روز میخوابن و از طرف شبم بیدار هستن. اینا فقط نان خود خیلی هم ناوقت میخوره و وقتی میخوابن هیچ تحرک از خود به خرج نمیته، بالاخره اینا سبب چاقی میگرده. پولیفیجیا یا خوردن زیاد، پرخوری، بالاخره در نهایت میتونه سبب وزن زیاد ما بگرده. در پهلوی این همه بعضی از حالات و امراض طبی medical disorders میتونه سبب چاقی بگرده. اگر چاق هستیم، وزن ما زیاد است، کتش نانم کم میخوریم و ورزش هم داریم کم و کم، در صورت باید چاقی خود تعقیب بکنیم که هورمونال امبالانس است، یعنی کدام هورمون وجود، خصوصا هورمون تایروید بلند و پایین شده یا خیر. اگر هورمون تایروید یا تیروید از حالت نرمال پایین شوه، هایپوتایرایدism به وجود بیاید، هایپوتایرایدism، در صورت مریض وزن میگیره و چاقی را به وجود میاره. این نوع چاقی تنها توسط معالجه این وضعیت ممکن است که ماها رو کنترل شود. این روجن ها میتونه که عدم تعادلشان سبب وزن و
ازدیاد چاقی بگرده. در پهلوی اینا مرضی که به خاطر عدم تعادل اندروژن ها به وجود میاد، کوشینگز دیزیز یا مرض کوشینگ، مرض است که تمام اعضای وجود ازش متاثر شده و سبب چاقی میگرده. نشانش بافلو هم و یا هم برآمدگی پشت گردن مریض است. بعضی ادویجات هم سبب چاقی نزد بعض افراد میگرده. مثلا اکثر دواهایی که برای استرس و اضطراب استفاده میشه، پروتایرین میتونه که وزن بیشتر بسازه، ونلافاکزین در بین انتی دپرسنت زودتر وزن بیشتر میسازه. اکثر افرادی که مبتلا به افسردگی دیپرشن هستن، اینا توسط استفاده ادویجات وزنشان زیاد میشه. اما در مجموع در بعض فامیل ها ارثی است، هریدیتری اوبسیتی یا چاقی ارثی خانوادگی. خب اینا همه فاکتورهای خطر است که بالاخره یک فرد مبتلا به چاقی میسازه. در پهلو اینها خب یکی از علائم کلینیکی مریض یا کلینیکال پرزنتیشن توسط چشم دیده میشه. میبینیم که شکم مریض برآمده، باسن مریض برآمده و یا هم البته از برآمدگی هدف چاق بودن و عضلاتی بودن و تجمع شحمیات در اوناست. کلینیکال پرزنتیشن یکی شخ و گفتیم که همی فیتنس مریض درست نیست، چاق است. اینا بیشتر دسنیا یا نفستنگی داره، ولی نوع دسنیا زیر به نام اکسرشنال دسنیا یا نفستنگی بعد از حرکت. بعضی هایشان توسط امی چاقی به فشار بلند روبرو شدن یا مبتلا شدن. کت شکر یا دیابتیس، خصوصا شکر نوع دوم دارن. دیسلیپیدیمیا یا چربی خون به اصطلاح. کلسترول و تریگلیسیراید دو چربی است، هر دویش از جمله چربی های مضر و دشمن است که توسط اوبسیتی یا چاقی بلند میره. زمانی که سطحش در خون بلند شد، بدن هم استفاده ازش کردن نتانست، اینا بالاخره میره به داخل جریان خون. در داخل جریان خون در یک جای تجمع میکنه، سبب ساخت و ساز پلاکس میشن. پلاک در خون ما یک حجره خون به نام صفحات دمویه یا پلاتلتس یاد میشه. اینا هم میاید اینجا میبنده و یک مانعی را برای جریان خون ایجاد میکنه. اگر این مانع در هر قسمت از بدن به وجود آمد، او قسمت بدن به سکته و یا هم به کشتن مواجه میسازه. خوب به خاطر داشته باشیم که چاقی یکیش تجمع فرطس یا شحمیات در بدن است. بعضی حالات دیگه که تقریبا مشابه چاقی است را باید تفکیک کرده بدانیم. مثلا ایدیما، تجمع مایات که از رگهای خون بیرون مبرایه در شکم و پای و اینجا مریض تجمع میکنه. اکثر خود دیده باشیم پاها پوندیده، وقت توسط انگشت خود فشار میتیم چاپ انگشت میمانه. این حالت ایدیما از چاقی نیست. اگر یک فرد چاق است، در نظر باید داشته باشیم که برین تیومرز و یا هم سرطانهای مغزی در اکثریت موارد سبب عدم تعادل یا ایمبالانس هورمون ها میشه. کدام هورمون؟ گروت هورمون یا هورمونی که نموی حجرات تنظیم میکنه. اگر تومور سبب او حجراتی که هورمون تولید میکنه اونا را تحریک و تنبیه ساخت، هورمون بیشتر تولید کرد، سبب اوبسیتی یا چاقی میگرده. اگر چاق هستیم بهتر است که برای وضعیت معلوم کردن وضعیت یک سی تی اسکن مغزی را هم در مدت زمانی که چاق هستیم داشته باشیم با خود. اگر مریض چاق مراجعه میکنه، حداقل باید تایروید پروفایل T3 T4 TSH اینا در خون معاینه شود که آیا چاقی از اینا به خاطر هایپوتایرایدیسم یا کمبود هورمون تایروید است یا خیر. همه قسم اگر با مریض چاق مواجه میشیم، لیپید پروفایل در معاینات مریض خیلی حتمی است. اگر کرده باشه، انجام داده باشه که ببینیم سطح کلسترول و تریگلیسیراید تا چی اندازه و به کجا رسیده. اگر وضعیت
مهار نکنیم یک فرد چاق باشه و اما تو زندگی را دوام بده. چی اتفاق بد ممکن است بفته و کدام خطرات در راست متاسفانه مریض تهدید میکنه. از سر تا به پا چاقی میتونه سبب تکلیف بگرده. مهمش کاردیو واسکولار ایونتس یا همچنان سربرو واسکولار اکسیدنس یا CVS، سکته های مغزی و قلبی توسط چاقی میتونه به وجود بیاید. خب چگونه؟ در جریان خون در اینجا اگر متوجه شویم با خون یک جا چربی به شکل رنگ زرد که میبینین در حرکت است. اینا یک خو از مویرگ های کوچک یا کپیلریز به درستی عبور کرده نمیتونه، کپیلریز یا مویرگ های کوچک، و دوم اگر عبور میکنه تحت یک فشار و معمولا زمینه را فراهم میسازه به بلند کردن فشار مریض و این متاسفانه یک نقیصه دائمی است. اگر فشار بلند شد باید تمام عمر معالجه شود. در پهلوی سکته های مغزی و قلبی چیز دیگه که ممکن است به وجود بیاره کرونیک پنکریاتایتس. کرونیک پنکریاتایتس یا التهاب مزمن غده پنکریاس. خوب شما میفهمین دو انزیم به نام لایپیز و مایلیز در هضم توسط این غده تولید و ترشح میشه که کمک کنه. لایپیزش همو انزیم است که شحمیات توته و پارچه میکنه. اگر بیش از حد شحمیات بود خب بیش از حد انزیم لایپیز تولید میشه و بالاخره دوام از این سبب رزिस्टنس یا مقاومت پنکریاز میگرده و این وضعیت بالاخره میبره مریض به طرف کرونیک پنکریاتایتس یا التهاب مزمن غده پنکریاس که اینا همیشه درد مزمن در قسمت بالایی شکم یا قسمت معده خود دارن. سالهای سال دوا و انتیبیوتیک میخورن بر معالجه معده، ولی حقیقت این است که تکلیف داره تو موارد در غده پنکریاس میباشه. خب چگونه این وضعیت معالجه بکنیم؟ ببینین برای معالجه این وضعیت اگر اینپوت زیاد است، خوردن و نوشیدن مریض زیاد اما در مقابل گشت و گذار مریض کم است یا هر فرد نه مریض، اینا بالاخره مساوی میشه با چاقی یا اوبسیتی. معالجه وضعیت اگر بکنیم خوب بهترین معالجه از این حالت اکسرسایز یا ورزش است. بخوریم، بنوشیم و سرخود رحم کنیم، بگردیم که به این مرض شاخی یا مادر امراض مبتلا نشیم. در پهلوی اینا استفاده از آب در زندگی شبانه روز خیلی مهم است. کسایی که چاق هستن آب بیشتر بنوشند که این تئوری ها ثابت شده است که آب نوشیدن زیاد سبب کاهش وزن میگرده، خصوصا در افراد چاق. بهترین ورزش دوامدار است. اگر 10 دقیقه هر روز بعد از خیستن از خواب شکم خالی بدویم، رنینگ، و هر روزی کار کنیم، در کمتر از 1 سال ما چاقی خود به شکل صحی از بین میبریم. بعضی ها هستند که تحت اثرات بعضی موارد و بعضی حالات میآید زودتر سراسیمه شده ورزشش شروع میکنه، ورزش خیلی ثقیل 5-6 روز ورزش میکنه و بالاخره بعد از اون میره پشت کار خود. شما ورزش را انتخاب بکنین که ممکن باشه و همه روزه. از ادویجات اگر نام ببریم برای مهار کردن یا پایین آوردن سطح تریگلیسیرید، از ادویجات فینوفبریت استفاده میشه. از خانواده استاتینز برای مهار کردن هر دو حالت، بلند بودن چربی جگر و چربی خون یعنی کلسترول و LDL استفاده میشه. در استاتین ها اترو و استاتین و روزو و استاتین اینا ادویجات هست که بیشتر استفاده میشه. ولی باید به خاطر داشته باشیم کسایی که کمزوری جنسی داره اونا از واستاتین ها باید استفاده بیشتر نکنه. از دواهایی که ضد چربی خون هستن باید ورزش کنه، آب بنوشه که واستاتین ها کمزوری جنسی را بیشتر تر می سازه. ممنون.